الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را می‌پرستند وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. و معتقدیم که قرآن کلام الهی است که بیچون و به صورت گفتار از وی نشأت گرفته و آن را با وحی بر پیامبرش نازل کرده است. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. و مؤمنان دقیقاً به همین گونه آن را باور نموده و یقین کردند که قرآن کلام حقیقی پروردگار است و مانند کلام انسانها مخلوق نیست. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. پس هر کس که قرآن را بشنود و گمان نماید که کلام بشر است کافر گشته است و الله متعال چنین شخصی را مذمت و نکوهش نموده و به جهنم تهدید نموده است، حیث قال سأصلیه سقر، آنجا که می‌فرماید سأصلیه سقر، او را به جهنم می‌اندازم. فلما اوعد الله بسقر لمن قال این هذا الا قول البشر، پس هنگامی که الله متعال کسی را که بگوید این هذا الا قول البشر، این قرآن نیست جز کلام بشر، به جهنم تهدید کرده است، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بیقین دانستیم که این قرآن کلام پروردگار بشر است و شباهتی با کلام بشر ندارد و هر کس که الله متعال را به صفتی بشری وصف نماید کافر گشته است. فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر، و هر کس به این نکته بیندیشد حقیقت را در خواهد یافت و از نظر و گفتار کافران براءت خواهد جست وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، و به درستی در خواهد یافت که الله با صفاتش همانند بشر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم، مطالبی را در مورد نبوت و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در خدمت شما بیان کردم که نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نبوت جهانی است و یک رسالت همگانی
برای تمام ادوار تاریخ و برای تمام انسانهایی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهند آمد. در ادامه آن مطالب علامه طحاوی رحمت الله علیه عقیده اهل سنت و الجماعت را درباره قرآن کریم بیان می‌فرماید. قرآن که کلام الله متعال هست و معجزه جاویدان رسول الله صلی الله علیه و سلم و همانند بسیاری دیگر از مسائل اعتقادی و باورهای اسلامی که برخی از انسانها و گروهها و گرایش‌های انحرافی درباره مسائل اعتقادی دچار انحراف شدند، درباره قرآن کریم هم برخی از اعتقادات و باورهای نابجا و منحرف وجود دارد که برخی از متکلمین و کسانی که خودشان را اهل سنت و الجماعت می‌دانند متاسفانه دچار این انحرافات شدند. بین خاطر علامه طحاوی رحمت الله علیه عقیده اهل سنت و الجماعت را که برگرفته از قرآن و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و همان گونه که در ابتدای کتاب یاددهانی نمود، این عقیده علمای ملت و اندیشمندان اهل سنت و الجماعت هست. در ادامه مباحث قبل درباره قرآن کریم می‌فرماید که و ان القرآن کلام الله منه بدا بلا کیفیت قولا. می‌فرماید که ما معتقد هستیم به این که قرآن کلام الله است. قرآن یعنی همین مصحفی که در اختیار من و شما هست، آنچه که در مصحف و در میان و بین الدفتین و میان دو جلد مصحف هست، این عبارت هست از کلام الله متعال که در این مصحف و به اصطلاح خودمان قرآن نوشته شده. می‌فرماید که و ان القرآن کلام الله، این قرآن کلام الله متعال هست و اشاره می‌کند به این که این قرآنی که ما می‌شناسیم، قرآنی که از جانب الله متعال توسط جبرائیل علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، این قرآن کلام الله متعال هست و این کلام یکی از صفتهای الله متعال هست. همان گونه که در ذات الله متعال و دیگر صفات الله متعال الله یگانه و بی همتا هست، هیچ موجودی و هیچ مخلوقی در ذاتش همانند الله متعال نیست. به همین گونه در صفات هم هیچ موجودی و مخلوقی نمیتواند مانند و مشابه الله متعال باشد و صفات الله متعال هم این گونه هستند. یعنی این که هیچ کدام از صفات الله متعال مانند صفات انسانها و دیگر مخلوقات نیست و صفات هیچ یک از انسانها و مخلوقات دیگر مانند صفات الله متعال نیست. و وقتی که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که و ان القرآن کلام الله، قرآن کلام الله هست و کلام یکی از صفات الله متعال هست، یعنی این که کلام الله مانند و مشابه کلام هیچ یکی از مخلوقات الله متعال نیست، بلکه الله در ذاتش و در تمامی صفاتش که قرآن و این صفت کلام یکی از صفات هست، الله متعال بی همتا هست، یگانه هست و شریکی ندارد و هیچ یکی از صفات بندگان و مخلوقات مانند صفات الله متعال نیست. در این عباراتی که علامه طحاوی رحمت الله علیه ذکر فرمودند و ان القرآن کلام الله منه بدا بلا کیفیت قولا، این در واقع یک ردی هست بر فرقه های انحرافی مانند جهمیه و مانند معتزله که خصوصا کلام الله متعال را مخلوق می دانستند. وقتی که ما معتقد به این باشیم که قرآن کلام الله هست و کلام یکی از صفات الله متعال هست، پس بنابراین کلام الله متعال و این قرآن نمیتواند مخلوق باشد. و یکی از فتنه های معروف و مشهوری که در زمان ائمه به وجود آمد همین بحث خلق قرآن بود
که امام احمد رحمت الله علیه ایستادگی کرد و عقیده اهل سنت و الجماعت را به صورت کامل و شفاف بیان کرد که ما معتقد هستیم که قرآن کلام الله است و کلام الله در واقع مخلوق نیست. و در ادامه یک لفظی را اضافه کرده علامه طحاوی در این جمله که می‌فرماید و ان القرآن کلام الله منه بدا بلا کیفیت قولا، این قرآن مانند ذات الله متعال و مانند دیگر صفات الله متعال کیفیتش برای ما مشخص نیست. فی نفسه کیفیتی دارد، چگونگی دارد، اما ما مسلمانان و انسانها همان گونه که کیفیت ذات الله متعال را نمیدانیم، چگونگی ذات الله متعال را نمیدانیم، به همان کیفیت ما چگونگی و کیفیت صفات الله متعال را نمیدانیم. بین خاطر است که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که این قرآن کلام الله متعال هست. منه بدا، این قرآن سرآغازش از الله متعال هست، از الله متعال سرچشمه و نشأت گرفته است. بلا کیفیت، بدون کیفیت، یعنی بدون کیفیتی که ما بر آن کیفیت آگاه باشیم و اطلاع داشته باشیم. قولا، به صورت قول هست، به صورت گفتار و سخن هست. این قرآن کلام الله هست و گفتار الله متعال هست و قول الله متعال هست، به صورت قول هست. این در واقع یک نوع ردی هست بر اشاعره و ماتریدیه که معتقد به این هستند که قرآن تعبیری هست و عبارت هست از کلام الله و خودش کلام الله متعال نیست، بلکه یک تعبیری هست که از کلام الله به این گونه تعبیر کردند. و عقیده اهل سنت و الجماعت هست که این قرآن کلام الله متعال هست که از جانب الله متعال نازل شده، آغازش و نشأتش از جانب الله متعال هست و به صورت قول هست. پس بنابراین در این عبارت علامه طحاوی رحمت الله علیه سه مطلب را بیان می کند. اولی این که قرآن کلام الله متعال هست و ان القرآن کلام الله، این قرآن ما معتقد هستیم که کلام الله متعال هست. و مطلب دوم که این قرآن چون که کلام الله و صفت دائمی و ازلی الله متعال هست، پس بنابراین قرآن مخلوق نیست. و مطلب سومی که در ادامه آن را بیان می‌فرماید این است که هر کسی که گمان بکند که این قرآن کلام بشر هست و این قرآن را کلام انسان بداند و کلام بشر بداند، در واقع چنین شخصی کافر هست. و انزله علی رسوله وحیا، و الله متعال این کتاب را، این قرآن را و کلام خودش را بر رسول خودش به صورت وحی نازل کرده. رسول الله متعال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که توسط فرشته و پیام آور وحی حضرت جبرئیل علیه السلام الله متعال این قرآن را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرموده. در آیات متعدد و بیشماری میبینیم که الله متعال بر این نکته تأکید کرده که این قرآن را توسط جبرئیل فرشته وحی بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرموده. به طور مثال در سوره نحل میخوانیم که الله متعال میفرماید قل نزله روح القدس من ربک بالحق، بگو که روح القدس یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام این قرآن را بر تو نازل کرده، این قرآن را روح القدس نازل کرده از جانب پروردگار تو. و در جای دیگر در سوره فصلت آیه 42 میخوانیم که الله متعال میفرماید تنزیل من حکیم حمید، این قرآن تنزیلی هست، نازل شده هست از جانب اللهی که حکیم و حمید هست. و انه لتنزیل رب العالمین، این تنزیلی هست نازل شده از جانب پروردگار جهانیان هست. نزل به الروح الامین علی قلبک، که روح الامین یعنی حضرت جبرئیل این قرآن را بر قلب تو نازل کرده. لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، که این قرآن را بر قلب تو نازل کرده تا اینکه تو از منذران باشی، از پیامبران بیم دهنده باشی. و
این قرآن با زبان عربی مبینی هست. این در سوره شعراء آیه 192 تا 195 هست. پس بنابراین این قرآن از جانب الله متعال نازل شده، همون گونه که در قرآن به این تأکید شده و تصریح شده. عقیده ما اهل سنت و الجماعت هم این هست که و انزله علی رسوله وحیا، الله متعال این قرآن را بگونه وحی و به صورت وحی بر پیامبر خودش حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرموده. و این درجات وحی هم درجات متفاوتی هست که الله متعال در سوره شورا آیه 51 این درجات را بیان فرموده، آنجا که می‌فرماید ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، امکان ندارد که الله متعال با بشری سخن بگوید مگر از طریق وحی. و وحی به معنی یک نوع اعلام سریع هست، خبر دادن بسیار سریع و دقیق هست. اولین درجهش همین درجه وحی هست که به صورت وحی الله متعال با یک انسانی ارتباط برقرار می کند و با اون سخن می گوید و این هیچ اشکالی ندارد و هم اختصاصی به انبیا و پیامبران الله متعال ندارد، بلکه یک نوع اعلام هست که هم به پیامبر وحی می شود و هم به غیر پیامبر. اون گونه که مثلا در قرآن می خوانیم که الله متعال می فرماید و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی، یا در جای دیگر درباره مادر حضرت موسی علیه السلام آمده است در سوره قصص که الله متعال می فرماید و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. و این وحی به معنی اعلام سریع هست، یک نوع خبر دادن بسیار سریع و دقیقی که این مطلب را به طرف دیگر منتقل بکند. این یک از صورت‌های وحی است. و صورت دوم وحی در ادامه می‌فرماید او من وراء حجاب، این که الله متعال از پشت پرده با انسانی صحبت بکند، مانند حضرت موسی علیه السلام که می‌خوانیم که الله متعال درباره حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید و کلم الله موسی تکلیما، الله متعال با موسی کلام نمود و با موسی گفتار و سخن نمود. و صورت آخری وحی این است که الله متعال یک فرستاده‌ای را بفرستد، یکی از فرشتگان را، فرشته وحی را بفرستد سراغ یک انسانی و یک مطلبی را توسط این فرشته ابلاغ بکند که در ادامه آیه الله متعال می‌فرماید که او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، یا این که الله متعال رسولی را می‌فرستد، قاصدی را نزد اون پیامبر می‌فرستد که و توسط اون قاصد الله متعال وحی می‌کند بر انسانش و بر اون پیامبری که اون را برگزیده به هر چیزی را که الله متعال بخواهد. پس بنابراین این قرآن نازل شده از جانب الله متعال توسط حضرت جبرئیل علیه السلام به صورت و بگونه وحی و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. و صدقه المؤمنون علی ذلك حقا، و مؤمنان این مطلب را تصدیق کردند که قرآن کلام الله متعال هست که از جانب الله متعال توسط جبرئیل نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ایقنوا انه کلام الله تعالی بالحقیقه، و مؤمنان یقین کردند که این قرآن کلام الله متعال هست حقیقتا و واقعتا. یعنی این قرآن ترجمه کلام الله نیست، تعبیری از کلام الله متعال نیست، بلکه قرآن و این چیزی که ما به عنوان قرآن میشناسیم این دقیقاً و حقیقتاً و بدون هیچ گونه شبهه و هیچ گونه تعویل و توجیهی این قرآن کلام الله متعال هست. لیس بمخلوق که کلام البریه، این قرآن مانند کلام بقیه مخلوقات و کلام انسانها و کلام فرشتگان و کلام جنها و کلام دیگر حیوانات این مخلوق نیست، بلکه این قرآن صفت الله متعال هست و صفات الله متعال هیچ کدامشان مخلوق نیست، بلکه صفات الله ازلی و ابدی هستند. فمن سمعه فزعم انه کلام البشر، اگر کسی این قرآن را بشنود و یقین بکند یا باور داشته باشد بر این که این قرآن کلام بشر هست فقط کفر. اون سه مطلبی رو که من در ابتدا عرض کردم که علامه طحاوی رحمت الله علیه این سه مطلب را در این مقطع و در این عبارت بیان می کند. اول این که قرآن کلام الله متعال هست،
دوم این که قرآن مخلوق نیست مانند گفتار و کلام بقیه انسانها و مخلوقات دیگر. و هر کسی، مطلب سوم که هر کسی که این اعتقاد را داشته باشد که این قرآن کلام بشر هست و مخلوق هست، اون در واقع کافر گشته به الله متعال. فمن سمعه فزعم انه کلام البشر، هر کسی که این قرآن را بشنود و گمان بکند و اعتقاد را داشته باشد که این قرآن کلام بشر هست، اون در واقع کافر هست و از دین خارج شده. فمن سمعه فزعم انه کلام البشر فقد کفر وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر. الله متعال چنین کسی را که این قرآن را کلام بشر بشمارد مذمت کرده و نکوهش کرده و چنین انسانی را وعده جهنم داده. حیث قال، آنجایی که الله متعال می‌فرماید که سأصلیه سقر، من اون انسان را به سقر میاندازم. فلما اوعد الله بسقر، از آنجایی که الله متعال وعده جهنم داده برای کسی که این اعتقاد را داشته باشد و بگوید که ان هذا الا قول البشر، این قرآن جز کلام بشر نیست، پس بنابراین از این آیه که الله متعال در سوره مدثر می‌فرمایند که این هذا الا قول البشر، که این اشاره هست که یکی از مشرکان مکه ولید ابن مغیره این اعتقاد را داشت و این حرف را زد. الله متعال در جواب گفت سأصلیه سقر، این کسی را که این حرف را زده و این اعتقاد را داشته، من او را به جهنم، به سقر که یک از نامه‌های جهنم هست، من اون شخص را، این ولید را به سقر میاندازم. پس بنابراین از این جملاتی که در سوره مدثر آمده، علمنا و ایقنا انه قول خالق البشر، ما میفهمیم و میدانیم و یقین کردیم که این قرآن قول و گفتار خالق بشر هست، نه این که گفتار بشر باشد. پس بنابراین از بنابر اعتقاد اهل سنت و الجماعت این قرآن کلام الله هست و کلام الله متعال مخلوق نیست، غیر مخلوق هست. و هر کسی که این قرآن را کلام مخلوق و کلام بشر بداند، به استدلال از این آیه قرآن سوره مدثر آیه 25، چون این انسانی کافر هست و از دین برگشته. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر رو در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. تا آن زمان با ما بمانید. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. و معتقدیم که قرآن کلام الهی است که بیچون و به صورت گفتار از وی نشأت گرفته و آن را با وحی بر پیامبرش نازل کرده است. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. و مؤمنان دقیقاً به همین گونه آن را باور نموده و یقین کردند که قرآن کلام حقیقی پروردگار است و مانند کلام انسانها مخلوق نیست. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. پس هر کس که قرآن را بشنود و گمان نماید که کلام بشر است، کافر گشته است و الله متعال چنین شخصی را مذمت و نکوهش نموده و به جهنم تهدید نموده است. حیث قال سأصلیه سقر، آنجا که می‌فرماید سأصلیه سقر، او را به جهنم میاندازم. فلما اوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. پس هنگامی که الله متعال کسی را که بگوید این هذا الا قول البشر، این قرآن نیست جز کلام بشر، به جهنم تهدید کرده است، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بیقین دانستیم که این قرآن کلام پروردگار بشر است و شباهتی با کلام بشر ندارد و هر کس که الله متعال را به صفتی بشری وصف نماید کافر گشته است. فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر.
و هر کس به این نکته بیندیشد حقیقت را در خواهد یافت و از نظر و گفتار کافران براءت خواهد جست وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر و به درستی در خواهد یافت که الله با صفاتش همانند بشر نیست. بله، همان گونه که علامه طحاوی رحمت الله علیه عقیده اهل سنت و الجماعت را بیان کردند، ما معتقد هستیم که این قرآن کلام الله متعال هست حقیقتا و واقعیتا و ترجمه و تعبیری از کلام الله متعال نیست، بلکه عین کلام الله متعال هست، حقیقتا کلام و سخن پروردگار متعال هست و این قرآن مخلوق نیست مانند کلام انسانها و دیگر مخلوقات. انسانهای دیگر و مخلوقات دیگر همه مخلوق الله متعال هستند و صفاتشان هم مخلوق هست مانند خودشان، اما کلام الله متعال مانند ذات الله متعال هست و مخلوق نیست. و هر کسی که این قرآن را کلام بشر بداند و معتقد باشد که این قرآن کلام انسانها یا کلام جنها یا کلام یکی دیگر از مخلوقات هست، چون این انسانی در واقع کافر هست. علامه طحاوی در ادامه مبحث می‌فرماید ولا یشبه قول البشر، این قرآنی که وجود دارد و ما به عنوان کلام الله متعال می‌دانیم، این کلامی هست منحصر به فرد و صفت الله متعال هست و هیچ گونه تشابهی با کلام بشر ندارد و مشابه کلام بشر نیست. الله متعال می‌فرماید که قل لئن اجتمعت الانس والجن، بگو که اگر انسانها و جنها همه جمع بشوند علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اگر جمع بشوند بخواهند مثل این قرآن را بیاورند، یک کلامی مانند این کلام را و مانند این قرآن را پیدا بکنند و پدید بیاورند، قطعا نمیتوانند چنین کاری را انجام بدهند. یا در سوره بقره آیه 23 مثلا میخونیم که الله متعال میفرماد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما در شک و تردید هستید از این کلامی که ما بر بنده خودمان بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده ایم، فأتوا بسوره من مثله، بروید یک سوره مانند این قرآن بیاورید، اختراع بکنید، پدید بیاورید. فأتوا بسوره من مثله، یک سوره کوچیکی مانند این قرآن بیاورید. ودعوا شهداءکم من دون الله، هر کسانی که میتوانند با شما همکاری بکنند، کمک و مددی بکنند، همه را فرا بخوانید که بیایند و با شما کمک بکنند تا اینکه یک سوره کوتاهی مانند این قرآن را شما بیاورید. ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما راست میگویید. در ادامه الله متعال میفرماد که هرگز شما نمیتوانید چنین کاری را انجام بدهید. و این قرآن عرض کردم که صفت الله متعال هست که الله متعال درباره صفات خودش و درباره ذات خودش میفرماید که لیس کمثله شیء، مانند و مثل الله متعال چیزی وجود ندارد، هیچ چیز مانند الله متعال نیست. و هو السمیع البصیر، الله متعال سمیع و بصیر هست، یعنی در سمیع بودن، در بصیر بودن، حتی در اصل وجود، در موجود بودن، هیچ کسی مانند الله متعال نیست و هیچ صفتی مانند صفات الله متعال نیست. بین خاطر علامه طحاوی رحمت الله علیه میفرماید که ولا یشبه قول البشر، این قرآن تشابهی با قول بشر ندارد که انسان بیاید و گمان بکند و این اعتقادی را داشته باشد که این قرآن کلام بشر هست. و من وصف الله بمعنى من معانی البشر فقط کفر، هر کسی که الله متعال را به یک صفت بشری، به یک صفت انسانی موصوف بداند و متصف بداند کافر هست. هر کسی که یکی از ویژگی های انسانی را یا یکی از صفات انسانی را به الله متعال نسبت بدهد، این کافر هست. و این یکی از معانی توحید اسماء و صفات الله متعال هست. ما اهل سنت و الجماعت معتقد هستیم که اسماء و صفات الله متعال منحصر به فرد و ویژه و خاصه الله متعال هست،
که در این صفات الله متعال و در نامه‌های الله متعال هیچ گونه تشابهی در میان خالق و مخلوق وجود ندارد. الله متعال با ذات خودش و با نامه‌ها و صفات خودش کاملا متمایز و جداگانه و بدون مثل و مانند هست و هیچ گونه تشابهی با نام و نشان و صفات و وجود انسانها و موجودات دیگر ندارد. بین خاطر علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید و من وصف الله بمعنى من معانی البشر، هر کسی که الله متعال را به یک ویژگی از ویژگی های انسانی متصف بداند در واقع چنین شخصی کافر هست. فمن ابصر هذا اعتبر، هر کسی که این مطلب را بداند و این عقیده را بفهمد و در بکند اعتبر و در واقع پند میگیرد و متوجه واقعیت و حقیقت می شود. و این حقیقت این است که الله متعال در ذات خودش و در صفات خودش مانند انسانها نیست و انسانها هم در ذات خودشان و در صفات خودشون مانند الله متعال نیستند. هر کسی که این مطلب را بداند اون در واقع پند میپذیرد و قبول می کند و عن مثل قول الکفار انزجر، و از گفتار کفار و از عقیده کافران در واقع اظهار بیزاری می کند، مانند ولید ابن مغیره که می گفت که این هذا الا قول البشر، اگر ما این قرآن را کلام بشر بدانیم یا هر کسی این اعتقاد را داشته باشد اون در واقع مانند ولید ابن مغیره هست که الله متعال درباره اون فرمود و اون وعده داشت به جهنم که فرمودند که سأصلیه سقر. امام طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که هر کسی که این نقطه را دریابد و به این مطلب اذعان داشته باشد و عن مثل قول الکفار انزجر، از قول کفار مانند ولید ابن مغیره و بقیه کسانی که قرآن را کلام بشر می دانستند، چنین انسانی از چنین اعتقادی باز خواهد آمد. و علم انه بصفاته لیس کالبشر، و هر کسی که به این نقطه پی ببرد به این نتیجه قطعا می رسد که الله متعال و علم انه و می داند و یقین می کند که الله متعال بصفاته همراه با صفاتش با مجموعه صفاتی که الله متعال دارد لیس کالبشر، الله متعال مانند بشر نیست. که قبلا عرض کردم که این عقیده اهل سنت و الجماعت هست و مقتضا و خواسته توحید اسماء و صفات متعال هست که الله متعال در ذات خودش، در نامه‌های خودش و در صفات خودش یکتا و یگانه و بی همتا هست و در میان نامه‌ها و نشانه‌ها و در میان نام و صفات الله متعال و نام و صفات بقیه موجودات هیچ گونه تشابهی وجود ندارد. این در واقع همون برگرفته از همون آیه هست که الله متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. پس بنابراین مجموعه اعتقادی که در اینجا علامه طحاوی رحمت الله علیه در مورد قرآن بیان کرده این همان عقیده اهل سنت و الجماعت است. تمام اهل سنت و الجماعت اهم از امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، محدثین، امام بخاری، امام مسلم و بقیه محدثین، همه آنها اعتقادشون همین چیزی هست که در اینجا علامه طحاوی رحمت الله علیه ذکر فرمودند. و من این کلام را و این اعتقادی را که درباره قرآن در اینجا بیان شد و مختصرا دوباره بیان میکنم. اولین نقطه این هست که قرآن کلام الله متعال هست. این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست که این قرآن کلام الله متعال هست و این کلام را الله متعال از توسط جبرئیل نازل کرده. پس بنابراین اولین نقطه این هست که این قرآن کلام الله متعال هست و ما نمیتوانیم این قرآن را کلام بشر یا کلام مخلوق بنامیم. نقطه دوم این که این قرآن سرآغازش و منشأش از الله متعال هست. تعبیری و ترجمه‌ای از کلام الله متعال نیست، بلکه عین کلام الله متعال هست که از الله متعال سرچشمه گرفته. و انه وحی، این قرآن وحی هست که توسط حضرت جبرئیل و از جانب الله متعال نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این قرآنی که ما میخوانیم این کلام حقیقی الله متعال هست، ترجمه کلام الله نیست، تعبیری از کلام الله نیست، بلکه عین کلام الله متعال هست.
و به همین خاطر است که برای ما ارزش و احترام دارد که انسانهای بیوضو یا انسانهایی که طهارت ندارند در حال جنابت هستند نمیتوانند قرآن را دست بزنند یا اینکه قرآن را تلاوت بکنند. بی احترامی به این قرآن کفر است، به این خاطر که این قرآن حقیقتا کلام الله متعال است. و عقیده دیگر اهل سنت و الجماعت در این باره این هست که این قرآن کلام الله است و مخلوق نیست، برخلاف معتزله و فرقه های انحرافی که به وجود آمدند و این قرآن را در واقع کلام خدا میدانستند، منتها میگفتند که این کلام، این صفت مخلوقی هست و قرآن که کلام الله است این در واقع مخلوق هست. و این قرآن بنابر اعتقاد اهل سنت و الجماعت این قرآن مسموع هست، قابل شنیدن هست. یعنی این که الله متعال این قرآن را گفته با صوت بوده و به صورت قول بوده، گفتار بوده. حضرت جبرئیل علیه السلام این قرآن را، صدای الله متعال را شنید و دوباره این قرآن را آورد و نقل کرد به رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم اون صدا را شنید و همین صدا را باز هم رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کرد برای مسلمانان و مسلمانان این را شنیدند. این صورت ابلاغ قرآن کریم هست از جانب الله متعال به جبرئیل، از جبرئیل به رسول الله، از رسول الله به شاگردانش، به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و نسل در نسل تا اینکه به ما رسیده. و اون چیزی که ما از قاریان میشنویم این کلام الله متعال است، گرچه این صدایی که ما میشنویم صدای الله نیست. این حروف و اصواتی که هست این الان که صدای الله نیست، اما این کلام الله متعال است. مانند این که مثلا یک شعری رو شما میشنوید که این شعر رو مثلا سعدی گفته یا مثلا اقبال گفته، امروز هر کسی که این شعر را بخواند شما میگویید این شعر سعدی هست، در صورتی که این کلام سعدی نیست. این حروفی که الان وجود دارند اون دقیقاً اون حروفی نیست که سعدی این شعر را گفته. پس بنابراین این کلامی را که ما میشنویم حتی در کلام بشر، اولین کسی که این کلام را گفته و این سخن را گفته، ما این کلام و سخن را به اون انسان نسبت میدهیم و این قرآنی که ما میشنویم این از جانب الله متعال هست و کلام الله متعال هست و بنابراین ما میگیم این قرآن و این کلام الله متعال هست و این قرآن مسموع هست، قابل شنیدن هست. که بعضی از فرقه های منحرف معتقد هستند که کلام الله شنیدنی نیست، یک چیزی هست فقط در قلب هست و قابل گفتار نیست. کلام الله را کلام نفسانی میدانند، یعنی کلامی که در نفس وجود دارد و قابل اظهار نیست. بلکه ما برعکس معتقد هستیم که کلام الله قابل شنیدن هست و قابل قرائت و خواندن هست. و نقطه این آخر این که این کلام الله متعال شبیه کلام انسانها نیست، زیرا که صفات الله متعال مانند ذات الله متعال بی شبیه و بی مانند هستند، مثل و مانندی ندارند. الله متعال در ذات خودش و در صفات خودش و در اسما و صفات خودش یکتا و یگانه هست و هیچ گونه شریکی را ندارد. انشاءالله تا برنامه دیگر که دوباره در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر را از کتاب عقیده طحاوی خدمت شما بیان خواهم کرد، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.